پرسیده است که بابای داملا خسته نباشید تاجیکستان چه دین اسلام را قبول کرده است؟ میگویند که ما تبر مسلمانیم. اصلا در دین اکراه نیست. اسلام کسی را مجبور مسلمان نکرده است. این آیه قرآن الا اکراه فی دین، کسی ای را انکار کنه نعوذ بالله از دایره اسلام خارج می شود. هیچ جا در هیچ عصر هیچ زمان مسلمانان کسی را اجبارا مجبورا مسلمان نکرده. اگر به شرطی که مسلمان میکردن تا به این روزا در دیوار مسلمانان گبرها نمیموندن. اگر مجبورا مسلمان میکردن تا این روزا کردهای جدی هستند، یزیکسکی کردی میگن، همون باقی نمیموندن. این همه عصر زمان در ملکای مسلمانان زندگی میکردن، کسی با اونا تعرض نکرده است، کارشون نگرفته است. اگر به شرطی که مسلمانان مجبورا کسی را مسلمان میکردن، در کشورهای عربی اینقدر نصرانی ها نمیبودند. آیا نصرانی هایی هستند که در همون دین خودشون باقی هستند؟ در سوریه یک شهری هست با نام معلوله، شاید 99% همش نصرانی ها باشند، زندگی میکنند، تا حالی را زندگی میکنند. یعنی در دین اکراه نیست. خاصتا همین ملک سرزمین های ما را کسی اجبارا مسلمان نکرده است. مردم به اختیار خود قبول کردن دین مبین اسلام، الحمدلله. ولی بعضی ها میگن که از ترسی فدیه و از ترسی اون که مقصد که غیر مسلمان ها باید که همون حقی همون چیزا بتن، جزیه، از ترس جزیه میدونن. هیچ جزیه مثل زکات گران نیست. زکات ای تمام جزیه ها گران تره. همین جزیه مقدارش در کتاب های فقهی تعیین شده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا اصحاب گرامیش خاصتا خلفای راشد تعیین کردن، شخصی ثروتمند بای، شخصی که ثروتمند بای کلون های، سالانه جزیهش 48 درهم داره. شخصی که هنر داره و کار و زندگی داره، مقصد که شاید دهقان زمین کلون داره، مقصد هنرمند مسگر، زرگر و آهنگر و دیگر اینا جزیهش سالانش 24 درهم داره. آخه تصور کنه که مسلمانی که تاجر کلان بوده به دولت بود 2.5% مال و محصولات هر سال زکات میده. زکات 2.5% تشکیل میکنه. این رو ببینه که اگر به شرطی که صاحب مثلا میلیون باشه 2.5 میشه یا 25,000 2.5%. اگر صاحب 1 میلیون درهم باشه 25,000 درهم زکات میده. اما همون زیمگذار غیر مسلمانی که صاحب 1 میلیونه 48 درهم تجارتش خلاص میشه. پس این تهمت نیست که از ترس جزیه اسلام قبول کرده. والله این گپ دروغه. ای فقیرها و کمبغلا و زنها و کودکها و حتی از روحانیا یگان تین جزیه طلب کرده نمیشه در اسلام. یعنی این مردم بزرگی دینی مبین اسلام دیدن، حس کردن، قبول کردن. حقیقتا این دین اجازه داد همه فرزندای کمبغل مقصد که دهقان و شخصای عادی را معلومات عالی گرفتن. حالا که در عصر دیم هجری ببینه پرچم سبقت در تمام ساحه ها در دست مردم عجم است. با چه خاطر؟ با خاطر که همین دین اسلام شرایط براشو کفایت کرد. آقای امام اعظم ابو حنیفه ها این بزرگایی که در فقه خروج کردند، آقای امام طبری و این بزرگای علم تاریخ، امام بخاری و تمام این بزرگای علم حدیث که همه فرزندای این دیار هستند، از کجا پیدا شدند؟ همه فرزندای موزه فروش و فرزندای دهقانا هستند که وقتی که امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلب العلم فریضه علی کل مسلم، طلب کردن علم فرض است برای هر یک مسلمان، خواه بای باشه خواه کمبغل، خواه مرد باشه خواه زن، خواه کلان باشه خواه خود، همه را در طلبش کشیدن. خدای تعالی که این مردم یا استعداد دود است. همین مردم ما را الحمدلله استعداد بزرگ است. در یک مدت اندک در تمام ساحه الحمدلله یا پرچم بردار شدند. یعنی این گپای بیهوده هستند. مردم الحمدلله اختیارا دین مبین اسلام قبول کردند و یک خدمت بی‌نهایت بزرگی را گذشته های ما در این دین بزرگ کردند. تا به امروز در هر کجا اگر بگویی که
مو مقصد که نسل امام بخاری هستی بفهمم که همین منطقه بخاری هستی مسلمان میخیزه دست بوسه میکنه به خاطر خدمت های امام بخاری به خاطر نام امام بخاری چی جا یک بخاری که اوخی مسلم هم همین دیار است از نیشاپور بود اوخی امام نسایی از شهر نیسا بود خرابای شهر در نزدیکی اشخابات قرار دارد در همین آسیای مرکزی است امام ابو داود از سیستان بود ابن ماجه از قزوین بود امام ترمذی از ترمذ همین صحاح ستر همین 6 بزرگمرد تشکیل میکنن کتاباشو همش مردم نیست کسی که مجبوری دین مبین اسلام قبول میکنه هیچ وقت خدای تعالی خیلی برکت نصرت براش نمیده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از نام حضار محترم از نام عزیزا و بزرگایی که در این محفل خیر شرکت دارن ایشان قاری علی جان پدرشون بابای حاجی عبدالرحمن خدای محترم حضرت را به خاطر تجلیل سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم محفل عقیقه تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن رو داریم که این طفلکی را که امروز سبب خشنودی تمام خاندان است سبب خشنودی مهمانان است علم معرفت نصیب گردانه که سبب خشنودی تمام مسلمانای این دیار بلکه تمام مسلمانای جهان گردد انشاءالله امیدم داریم که حاصل ده قاری پدر قاری مادر قاری به یقین فرزندای خوب صالح نامور خواهند باشد ماشاءالله اگه محفل عقیقه است الحمدلله در محفل کسایی شرکت میکنن که از احکام عقیقه خوب آگاه و باخبر هستند حاجت به تکرار نیست اگر آگاه و باخبر نمیشه در حفوظگی طفل علاقه تدارک ورزیده و این محفل خیر برگزار نمیساختند در اطراف عقیقه صحبت ها را خیلی زیاد شده است الحمدلله گمان میکنم که در تاجیکستان علاقه همه آگاه و باخبر هستند احکام عقیقه را میدونند از این لحاظ یک چیزی خیلی مهمتر از این تعلیم و تربیه فرزند از خوردی فرزند با خدا و پیامبر آشنا ساختن با قرآن آشنا ساختن من میخواهم که الحال تأکید کنم که این خیلی مهمتر است کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته حضرت صلی الله علیه و سلم تأکید کرده است هر کدام شما به حیث چوپان و پاسبان هستید و هر کدام شما مسئول هستید از فرزنداتون رعیت اصلا هم فرزنده و زن نمیشه هر مردی رعیت هم فرزنداش هستند خشا به حال پدر و مادر که همین را درک میکند سعی میکند که کودک از خوردی تعلیم تربیه خوب بده تاریخ بشر یک بار روزانه تمام بزرگان تمام شخصایی که با حرفای طلایی نامشون در تاریخ ثبت شده است همش به خدا قسم پدر و مادرای صالح و صالحه داشتند با غیرت با همت جان سپار که برای تربیه همون فرزند هیچ چیز دریغ نداشتیم سعی کردیم که فرزند به نصیبه نماند در مسودات امام مالک جای نظرم خورد امام مالک قصه میکنه مالک ابن انس رحمه الله یکی از بزرگا و امام های اهل سنت و الجماعه که در مدینه منوره یک مرد میزیست با نام فروخ عجمی بود از همین نامش معلوم است که یک فرزند اینمی سرزمین های ما کنیش ابو عبدالرحمن بود است خودش سری تا قش زندگی میکرد است همروی پدرش بدیم پدر وفات میکنه یک دکانی را میراث میمونه به فرزندش در مدینه منوره نه خیش تبار و نه یک پیوند و هیچ که نداشته است عجمی پدر آخران وصیتی که کرده است براش همین بود که فرزند یک زن خوب صالحه انتخاب کنه میگه وقتی که
مول و مبلغش کرایه میکنه، کفایه میکنه، پولدار شد، تاجر بدوخی. الحمدلله با شرافت روضه شریفه پیامبر صلی الله علیه و سلم، خاصتا در اون عصر زمان ولی تابعین خیلی زیاد بودن، بعضی صحابه ها بودن، علمای بزرگ دینی، 7 فقهای کلو در مدینه منوره بود. هرگز مدینه منوره کم آدم نیست آخی، همیشه پر از مهمان بود، زایرا زیاد بودن، تجارت خوب بود. همه آدم 30,000 درهم عبرات داشته است. میگه یک زن خوب و صالحه را به خاطر دین و دیانتش انتخاب میکنه، چند مدت همراهش زندگی میکنه. یک روز مسجد نبوی نمازخانه میروه که همون شب و روزها قیصر روم، ما که قیصر روم میگیم اصلا امپراتوری بیزانس، امپراتوری ویزانتیا، هجوم میکنه با ملک مسلمان و شهر رقه را تصرف میکنه. در تمام گوشه و کنار با فرمان خلیفه مسلمان ها دعوت به عمل میآید که بیایی از خاک مرز بوم و دینتون دفاع کنید. همون خطیب اطراف حکم دفاع از دین، دفاع از وطن، همین خیلی جدی گپ میزنه که در فکر میغلطم، میگه ای بچه حالی اگر امکانیت شرایط دارم نرم، اگر محافظت نکنم پگه صاحب فرزندشم، زندگی در گردن بار شوه، از کجا من این کم پیدا میکنم؟ اما زنه که با کی میمونم اگر برم، یگان کس نیست در خانه دانم. با همین فکر اندیشه خانه میآید. او زن زیرکی با عقل، زن زیرکی با عقل همین شوهر دید میفهمه که در چی خیال است و چرا مشوش است. بپرسش که چی فکر خیالا داری یا ابو عبدالرحمن؟ میگه همین خیالشید زنک همین دونم باید بریم خدمت کنیم، اما اگر برم تو با کی میمونم؟ گفت من الله دارم، من الله دارم. زن بعد پارسا شویش سفر کرد، نه مالی و نه برگی داشت در خور. یکی گفتش به تنهایی و خاری، نه نان نیزره چه میگذاری. یک زنک میگن تری شوش سفر میکنه میرود دور و دراز نمیآید. بعد میپرسنش که خود توکه و تنها خار و زار، یا تکنون نداری یا پول نداری، تو چه خیال زندگی میکنی؟ زنش گفتا که تنها نیستم من، که اندر قربت مولاستم من. و من تنها نیستم، من الله دارم. مرا به شوی روزی به شود راست، که روزی خاره شد روزی ده اینجاست. و چرا گو من غم بخورم؟ او شوهر من یا روزی خوره بود، راست روزی را که خداوند براش میداد همون را استفاده میبرد. روزی خوره رفت، روزی ده همی جای کو، پروردگار همی جای کو. تو ای مرد از زن کم می نمایی، چنین ای وای تو ترسو چرایی؟ تو چه خیلی مرده که میگه که غیرت یک زن نداری. گو من الله دارم، تو چی میترسی؟ آدم که وظیفت های مسئولیت های برای خدمت کن. این مرد خدا را وقتی که غیرت های زن دید دعوت کردم و خیش تباروی زن شد. گو من کسی ندارم در اینجا، همین زن به شما و شما را به خدا سپاریدم. بعد اون مبلغ همون که اینمی 30,000 درهم دارم، بوده شد زندگیم همی هایی. اکر شهر دگرگون شده است. علاقه این عصر تابعین بود، مسجد نبوی را از سر نو بازسازی کرده بودن، خیلی وسیع شده بود. در زمان امیر معاویه خیلی کلون شده بود. از جانب دیگر خانه ها، مردم هم خانه ها را کوشش کردن که به ما عصر زمان موافق تر بسازن. این در یک کلبه که همین خسگیری بوده است در پهلوی مسجد نبوی. بو همین تو آمدن ایما را شما مردی کار بگیری، پول ایشالو کفایه میکنه. همین یک خانه ای سنگ از چوب بسازی، مقصد برم هم قدم زمانه باشیم. خیس رفت در همین جنگ اول اسیر میکنه. این افسانه نیست، این را امام مالک روایت کرده است. میگه در جنگ اول اسیر میغلطه، میبرن به غلامی بفروشنش، مدتهای طولانی در همون روم میگرده همچه غلام. از بس که تاجری بسیار چیره‌دست بوده است، کتابت میکنه همراه همون سعیدشو جان خچه میخره. غلاما هم میگه یک کار دارن، اگر یک هنر داشته باشه میوه گپ زنان میکنه، دگاور زکلوچت میکنن که این همی مبلغت میتم، هر سالی همی قیم مبلغ، اگر به شرط در مهلت داد آزاد میشود. میگه اگر نداد بو ایسر اینا غلامش میکنن. از بس که این به فایده و منفعت همون غلامدارها که هست راضی میشون عادتا. میگه 18 سال محنت کرد خچه خرید، جانش خرید. تا به مدینه را رسیدن با ای بین 2 سال دیگه گذشت، در بین 20 سال سپری شده است.
این در همین فکر اندیشه که ولی همون خونه را میفته باشه این شهر تماما دیگه شده است. میگوید که همون کلبه خسی باید برای ولنگارتر شده است همونجا خواهی میستوده. گفت آب با این زن ما یا مرده است یا شوی دیگر کرده رفته. از همین خرابی خونه معلوم است که دیگر گناهش کرده نکرده. همین میخواست در خونه را بکوبه که صدای اذان شنید. نماز پیشین بده است. گفت اول دعوت پروردگار را اجابت کنم. یک مهمان به نماز بیاید همه ما نماز دیگه میمونیم که اون مهمان یک مهمان عطای خدا است. مرد خدا 20 سال در خونهش نبود آواز اذان شنید گفت اول دعوت الله لبیک بگو. اومد در مسجد که بعد اذان و قامت یک مقدار وقتی هست و یک جوان ریش سیاه بالای منبر موعظه کرده است. نگاه کرد در پای منبر 7 فقیه بزرگ مدینه منوره قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق سلیمان ابن یسار سبحان الله اخو شخصیت های بزرگن محمد ابن واسع حضرت و دیگر باش بگیم مقصد 7 نفر همون بزرگا ششتیان گوش کردستیان صحبت ها گوش کردستیان. این همین با وجد اومد در صحبت همین جوان که گفت خداوند پدر و مادر پر رحمت کنه. عجب پدر و مادر خوشبختی داری. خداوند هم خیلی از فرزندت بته به خدا قسم دیگه یگان آرزو و ارمان در دلت نمیمونه. اگر که مردی را به ارمان میره و برای که وارثی خوب داری. میگه قومت ها گفتن خیستن نماز خوندن اومد به هم دهانی دارید کل برا در همه کف که همون جوان های کفا اومد همراهش 2-3 شاگرد داشت. در بین شاگرداش همین مالک ابن انس هم هست. گفت سلامش داد که اما چه خدمت کنی؟ گفت بچه‌م هیچ خدمت نکرد خونم اومدم. گفت اما که خونه ما گفت خریدینش؟ نه گفت من هر وقت خدمت دارم خونه ما بود. در همین وقتی گفتگوزار ناخوش میگه یا عورت ایدر میبروید نگاه میکنه و میگه ربیعه خدا جان تماس کنه ای پدر تای یا ما ابو عبدالرحمن های گفت میرم یا سیزان خدمت بکنم یا اینا خداوند او رسم بشکل دیگه پدر پسر هم دیگه را آغوش کردن آوی دیده کردن آمدن شیشتن میگه خیلی از هر گوشه صحبت شده. بعدا میگه ابو عبدالرحمن طرف زنش گفت که زنک یا دوری وقتی من عزمی سفر کردم 30,000 درهم مونده بودم در پیش خیشتن بودی تو که همین خونه را ایسر اینو کنه اومدم بولی را من کلبه خرابه ایستاده است همون مبلغ اگر یکون مقدارش مونده باشه بگی بیار بچه هم جوان مرد چیده است بگیریم به شکل زمانوی خونه را ایسر اینو بسازیم. میگه زن گفت که ابو عبدالرحمن گفت 30,000 درهم مونده برای تشتگی پول تا نخوردم نپوشیدم خانه رو در نکردم. تو وقتی رفتی من یک ماه حامله بودم خبر نداشتی حتی یا او وقت اگه جا اوزی بوده اگه جایی گپ خبر بود. میگم فرزند وقتی تولد شد ای خوردی لقمه حرام گم که اصول است لقمه شبهانو که به دهن بودگی نیست هرگز به طهارت پیستون در دهن یعنی موندگی نیستم. اول شخصی که نام الله در زبان همه کودک انداخت منم با پیغمبر من آشناش کردم معلومه اول قرآن شما هستم خود میره تعلیم داده ایم. همون فقیه های بزرگی که همونجا نشسته بودن سعید ابن مسیب بخواستم بگم و یادم برخت این یک شخصی بزرگ که عالم ترین تابعین حساب میخورد یعنی نزد هر کدام هم یا کودک میده را نمیگرفتن. اول در 4 سالگی بردمش میگه نزد یک حافظ گذاشتمش که قرآن حفظ کرد در 2 سال قرآن برداشت میگه. در سن 6 سالگی نزد همون سعید ابن مسیب بردمش. سعید ابن مسیب وقتی نداره که یک کودک 6 ساله را تعلیم بده سر پوش کردم او عزتش کردم هر چیزی گفتن دریغ نداشتم که این بچه ما تعلیم بده. الان این 7 فقیه مدینه همه استادوشم. این جوان ربیعت الرأی میگن در تاریخ اومده است. حضرت امام اعظم ابو حنیفه وقتی که زیارت میرفت خونه خدا را بعدا می اومد روضه پیامبر صلی الله علیه و سلم از زیارت میکرده در مجلس در حلقه های درسی یعنی ربیعت الرأی اشتراک میکرده است. حق استادی در ذمه حضرت امام اعظم ابو حنیفه را داره این شخص.